هلو گایز، ستوری مهدی هستم از سنرمه. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید و سرشار از انرژی. و امروز حالا هممون خوبه، تو اون روز پنجشنبه است و مدرسه نداریم و بی دغدغه از درس و کلا چیزای دیگه. حالا ولش کنیم رفقا. امروز یه ویدیو خفن داریم در مورد پولدارترین حیوانات جهان. یعنی بی‌ناموسا اینقدر پول دارن میتونن ما رو با یعنی کل خانواده ما رو به راحتی بخرن و بفروشن. یعنی در این حد پول دارن و ما متاسفانه بی پول پگیر محسوب میشیم مقابل اینا. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، ساب یادتون نره. حتما عضو بزنید، بشید و زنگ بیلنشون بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیو ما باخبر میشید. بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب رفقا، میریم سراغ اولین حیوان که پول داره. جایگاه اول پولدارترین حیوان خانگی مثل به ژرمن شپرد که توی آلمان و ثروتش حول 400 میلیون دلار که اولو داره و 400 میلیون دلار خودی واسه یه سگ خیلی زیاد نیست. یه سگم نشدیم تو این دنیا که سیسشو نگاه کن، الان با عینک تو دی اینطوری نشسته میگه ثروت رو نگاه. یعنی فکر کن سگم نیستیم، انقدری بی پولیم در مقابل این. با 400 میلیون. جایگاه دوم ثروتمندترین حیوان خانگی میرسه به گربه بداخلاق که ثروت نزدیک به 100 میلیون دلار دارد. 100 میلیون دلار به نظرتون چند میشه؟ به چند میلیاردی ایران میشه؟ اونا توی کامنت ها واسم بنویسید و بگید که چقدر میشه با دلار امروز. من که نمیدونم، حال ندارم حساب کنم. ولی اوچه قیافه‌شو نگاه، اینطوری قیافش. حالا من موندم بابا حاجی، نمنشتی سنسر چی میخوای از این دنیا؟ 100 میلیون که ثروت داری، حالا 300 تا آخه. الله اکبر، این هم سیس گرفتنش 100 میلیون دلار. من 100 میلیون دلار داشتم حالا از خنده خش میکردم. رتبه سوم پولدارترین حیوان خانگی هم میرسه به ابن پیشی کوچولو که واقعا کیوته، این خیلی خوشگله و ثروت نزدیک به 97 میلیون دلار داره. گربه هم نشدیم. خودی اینو من برم تغییر بدم خودم رو بشم یه گربه چیزی. خب رتبه چهارم پولدارترین حیوان خانگی مثل سگ‌های اپرا وینفری که به تنهایی 30 میلیون دلار ثروت دارند و توانستند در جایگاه چهارم. من فکر کنم تو این لیست آخر باشم. یعنی بی پولی در هم. یعنی فکر کن این با پولش میتونه 6 تا لامبورگینی بوگاتی شیرون بخره بابا. ولی خوشحالم، از یه طرف خوشحالم سگ نمیتونه رانندگی کنه، دو نمیتونه مثل ما تفریح کنه، سه گوشی نداره. ستاد روحی دهی به زبانان ایرانی گفته بود اینو، فکر کنم آره، چون ما بی پولی. در مقابل اینا میریم سراغ رتبه پنجم حیوان خانگی. رتبه پنجم یه خروس. سیسشو نگاه میگه یعنی من پول دارم، این همه ثروت دارم. این خروس برای زن شوهری بوده است که هیچ بچه نداشتند و تمام ثروت آنها به خروس رسیدند. من نمیخوام انیمه لفت گروه. یعنی فکر کن خروس هم نشدیم که 15 میلیون دلار ثروت داشته باشی بابا. بسه خروس علی، بسه خروس علی داداش. رتبه ششم به یک
گربه اختصاص یافت که توماسینو نام گربی است که تا کوچه‌های ایتالیا زندگی فقیرانه‌ای داشته است، اما روزی توسط یکی از زنان بیوه و ثروتمند ایتالیا پیدا می شود و در خانه وی جای می گیرد و پس از مرگ زن نزدیک به 13 میلیون دلار ثروت به حاجی این سیاهه ولی وقتش سفید. 13 میلیون دلار پول کمی نیست و میتونه هر کاری باش بخوره تا آخر عمرش. مثلا این چی میخواد از دنیا؟ میو 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 میو. یعنی فکر کن بگی میو 10 تا خدمتکار بیاد بالا سر بگه چون چی میخوای، غذا میخوای، بستنی میخوای بریم بیرون، دوست دختر میخوای، کدومو میخوای. یعنی فکر کنم خیلی خوبه ها، حال میده. نفت جایگاه هفتم هم به گربه دیگه اختصاص یافته، این هم که 12.5 میلیون ثروت داره که مال خانواده ثروتمند انگلیسی بوده. خوبه گربه هم نشدیم. در جایگاه هفتم سگی با نام کانتیتا قرار گرفته. ثروت این سگ نیز از طریق اسم به او رسیده است. این اتفاق در حالی افتاد است که عجیب‌تر از همه برس نبرده، صاحبش هنوز زنده است و یه خونه 3 میلیون دلاری و ثروت بالغ بر 8.3 میلیون دلاری نیز پول در حساب داره. یادی سگ با این پول میخواد چیکار کنه؟ مثلا سگلی ببین داداش دوست نمیخواد؟ دوست میخواد من میرم ها. رتبه هشتم در جایگاه هشتم این فهرست کسی قرار گرفته است که ثروتش را از طریق کار به دست آورده. این خرس در فیلم‌های بسیار نقش آفرینی کرده است و از این طریق توانسته نزدیک به 6 میلیون دلار کسب درآمد. ببین من میگم ما خرسم نشدیم حیوانم نشدیم، ببین این یارو پولش از ما بیشتر این خرسه. این یعنی تو با این پول میخوای مثلا خونه رو خواستی چیکار؟ خونه لوکس تو میفهمی اصلا خونه لوکسی آخه؟ بابا ول کن اینو لامصب. صاحب نمیخواد؟ صاحب میخواد ما بریم. خب دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با همراه بودیم. فشار میخورم از این که یه خرس، گربه، خروس و سگ میشن ثروتمندترین که از 90% جامعه پول دارترن. این واقعا با آدم حس میده. پس پاشی بریم کار کنیم. مرسی تا اینجا ویدیو با همراه بودینش که من یک لایک کامنت حساب یادتون نره. حتما عضو چنل بشید و زنگ روی کنارش بزنید تا اولین نفر باشید که از ویدیوهای ما باخبر میشید. عشق ببینید تا یه ویدیو دیگه. دوستتون دارم. بای بای.